هرگز به نیکوکاری نمی رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید. رسول اکرم می فرماید اگر ابن آدم بمیرد اعمالش قطع می شوند الا با 3 چیز: صدقه جاریه، علمی که از آن سود برساند، یا اینکه با فرزندی صالح که برایش دعا کنند. و پیامبر اکرم می فرماید بعضی از اعمال خیری که بعد از مرگ انسان ادامه دارد و اعمالی را ذکر کرد، اینکه گفت قرآنی از خود به ارث بگذارید، جوی آبی جاری سازید یا نخلی بکارید و غیره. و علیه السلام فرمودند 7 کسند که بعد از مرگشان پاداش اعمالشان را دریافت می‌دارند و علیه السلام چند چیز را ذکر می‌کنند. عمل صالح هیچگاه با تمام شدن عمر قطع نمی شود و همانطور در مورد اعمال بد و سوء با پایان زندگی تمام نمی شوند. امام غزالی می گوید از میان کلماتی هستند که باید در قلب حک شوند، مانند آنکه بر سنگ خارا حک شده باشند. از جمله آن انسان‌هایی هستند که می‌میرند و بعد از آنها حسناتشان زنده می‌ماند، 100 سال و 200 سال و شاید هم بیشتر. و کسانی هستند که می‌میرند و بعد از آنها خطاهایشان و گناهایشان باقی می‌ماند، 100 سال و شاید هم 200 سال. بدین صورت که مثلا اگر آدمی قرآن به ارث بگذارد، بدین شکل که تعدادی قرآن بخرد و آنها را در مسجد بگذارد، بعد از مرگ او مردم آنها را خواهند خواند 1 سال، 2 سال و 3 سال یا شاید هم 10 سال و هر وقتی که قاری از آن قرآن ها بخواند، برای آن میت همان اجر قاری نوشته خواهد شد. یا اینکه علمی یاد بدهد، به مردم ذکر یاد بدهد، یا اینکه به کودکی سوره فاتحه را بیاموزد، یا اینکه یک بی سواد جاهل را سوره قل هو الله احد یا شبیه آن یاد بدهد. هر دفعه‌ای که این سوره ها را بخوانند، او هم همان اجر را از درگاه خداوند متعال خواهد داشت. برای همین این اجر و ثواب جاری است حتی بعد از مرگ آن انسان نیکوکار. و همانطور اگر شخصی چیزی را از خود به جای بگذارد که در آن گناه وجود دارد، مثلا کارخانه مشروب سازی به ارث بگذارد، زیرا که این کارخانه هنوز کار می کند و تولید می کند و پخش می کند و هنگامی که او در قبر است مردم گناه می کنند. یا مثلا کسی که کارخانه سیگار از خود به جا بگذارد و هنوز هم این کارخانه به مردم سیگار می فروشد و پخش می کند و باعث می شود که مردم به سبب او گناه کنند. کسانی که شبکه‌های شهوت انگیز بسازند، فساد را انتشار بدهند، زیرا او که مرده است و هنوز این شبکه کار می کند حتی بعد از مرگ او. یا اینکه کسی مجله مستهجن یا وبسایت مستهجنی در اینترنت ساخته باشد و مثلا در توییتر یا فیسبوک برای آن تبلیغ بگذارد. پس هر عملی انجام بدهی که بعد از مرگت بدی آن به جا بماند و از این دنیا با همان حال ودا کنی، این گناهان همچنان جاری است و دیگر دستت از دنیا کوتاست و به خاطرش عذاب خواهی کشید. برای همین انسان باید تلاش کند که همواره اعمالی انجام دهد که بعد از مرگش باعث گسترش اعمالش شود. تا یادم نرفته داستانی برایتان تعریف کنم. چند سال پیش اتفاقی افتاده بود و برایم تعریف کردند. در این ماجرا جوانی بود که قبل از اینکه شبکه‌های اجتماعی زیاد بشوند، مثل توییتر، فیسبوک و غیره، وقتی که می‌خواست فیلم‌های مستهجن یا مخالف با موازین شرعی رو نگاه کنه، رجوع می‌کرد به بعضی از وبسایت‌هایی که مختص این گونه مسائل بودند و ویدیو یا عکس یا چیزهای اینچنینی نگاه می‌کرد. این جوان دیگر در وارد شدن به این گونه وبسایت‌ها خبره شده بودش. این گونه وبسایت‌ها امروزه در خیلی از کشورها بسته هستند. مثل کشورهایی که اسلامی و محافظه‌کارند. این وبسایت‌ها را می‌بندند و کسی نمی‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد. غالباً همینطوره. این جوان می‌توانست این گونه وبسایت‌ها را با نرم افزارها یا فیلتر شکن باز کند. به محتویات آن دسترسی داشته باشد. خودش تعدادی از این ویدیوها را تماشا می‌کرد و در برخی وبسایت‌ها یک گزینه بود که امکان اشتراک گذاری را فراهم می‌کرد. مثلا به ایمیل شما از این ویدیوها و عکس‌ها می‌فرستاد هر هفته هر شنبه. در این سایت عضو شد و با پرداخت مبلغ مشخصی یک اشتراک گرفت و هر شنبه ویدیوها به او می‌رسیدند. او فیلم‌ها را در موبایلش ذخیره می‌کرد و وقتی دوستانش رو می‌دید فیلم‌ها را به اونها نشون میداد. دوستانش مشتاق شدند و گفتن خب ما می‌خوایم مثل تو داشته باشیم. گفت سخته، اما شما ایمیل هایتون رو به من بدین. هر کسی ایمیلش رو به من بده، من بلافاصله برای او فیلم رو میفرستم. هر فیلمی خودم بگیرم برای او هم میفرستم و همانطور هم شد. هر هفته برای اونها ایمیل میفرستاد و تعداد اونها بیشتر میشدن. هر دفعه یک کسی میگفت این هم دوست منه، برای او هم بفرست. به همین خاطر تعدادشون زیاد شد و شدن یک گروه خیلی بزرگ. هر هفته به این گروه بزرگ تعدادی از ویدیوهای شرم‌آور و مستهجن میرسید و منبع این اتفاق آن جوان بود. پس گاهی آدم‌ها کلید کارهای شر می‌شوند.
سبحان الله، دیدیم که اینها را پخش می کند و گناه می کند و در گناه دیگر گناهکاران هم شریک می باشد. آنان باید که در روز قیامت بار گناهان خود را به تمام و کمال بر دوش کشند و هم برخی از بار گناهان کسانی را هم نمایند که ایشان را بدون آگاهی گمراه ساختند، بی آنکه از گناهان پیروان چیزی کاسته شود. هر وقت کسی پیش او می رفت، ایمیل را می گرفت و برای همه مجموعه دوستانش می فرستاد. 6 ماه گذشت. این جوان با یک تصادف اتومبیل فوت کرد. در آن هنگام قصه را فهمیدم. دوستش یکی از اعضای گروه به من ایمیلی فرستاد. میگوید دوستم فوت کرد و داستانش این بود. آن جوان به من گفت که بعد از 2-3 روز از وفات دوستش باز هم ایمیلی از طرف وی به من رسید. چون ایمیل را در حالت اتوماتیک قرار داده بود، با وجود اینکه وی مرده بود، ولی عکس‌های مستهجن از ایمیلش برای مردم باز ارسال می‌شد. از من پرسید چه کار کنیم؟ به آن وبسایت ایمیل دادیم و آنها از ما رمز خواستند و ما پیدایشان نتوانستیم بکنیم و غیره. برای همین واقعاً آدم باید مراقب باشه و تلاش کنه. اگر گناهی کرد قبل از مردنش استغفار کنه. و اینکه بمیری و آن گناه بماند بعد از اون، نه، بلکه تلاش کند که اگر مرد گناههایش هم با او بمیرند و از خداوند متعال طلب مغفرت کند. اما گناهی که مستمر باشند بعد از مرگ آدم، اینها هستند که مهلکند، که میمانند بعد از مرگ. آدمی که به مردم رقص یاد میدهد، به مردم آهنگ خواندن یاد میدهد، به مردم موسیقی یاد میدهد، شاید برای دخترها و پسرها موقعیت‌هایی را فراهم می‌کند برای گناه و مخالفت‌های شرعی و فجور و شبیه آنها. هر آدمی اگر خواست که عملی را انجام دهد باید همیشه به یاد بیاورد که من میمیرم، اما این عمل ماندگار است و شاید ادامه داشته باشد حتی بعد از مرگم و از من در روز قیامت سؤال می‌شود. بیگمان کسانی که ایمان می‌آورند و کارهای شایسته و پسندیده انجام می‌دهند، خداوند مهربان آنان را دوست می‌دارد و حجت ایشان را به دلها می‌افکند. و این قبولی مستمر خواهد بود حتی بعد از فوت آنها، برای اینکه مردم آثارش را می‌بینند. ما خودمان مردگان را زنده می‌گردانیم و چیزهایی را که پیشاپیش فرستادند، یعنی قبل از مرگشان، و چیزهایی را که بر جای نهاده‌اند می‌نویسیم و بعد سرشماری می‌نماییم. وقتی این نبی صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه رسیدند، مالک زمینی شدند. این زمین را در راه خداوند متعال وقف کردند. و عمر که خداوند از او راضی باشد، روزی رفت پیش نبی علیه السلام و گفت: رسول الله، دارای یک زمینی هستم در خیبر و هیچ مالی محبوب تر از این زمین ندارم. به من چه امر می‌کنید که با این زمین انجام دهم؟ می‌خواهم آن را در راه خداوند بدهم. نبی علیه السلام فرمود: اگر می‌خواهی اصل آن را برای خود نگهدار و سود و حاصل و بهره آن را صدقه و وقف کن، یعنی وقف عام، نه اینکه زمین را بفروشی و با پول آن مسجد بسازی یا پول آن را صدقه کنی. نه، بلکه اصل زمین را نگهدار، حتی پس از مرگت هم در میراثت قرار نگیرد و ثمره باغ را به فقرا و مسافران و درماندگان بده. هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فهمید که مردم به آب نیاز دارند، فرمود هر کس چاه رومه را بخرد بهشت پاداش اوست. کسی که چاه رومه را بخرد بهشت پاداش اوست. کسی که چاه روم را بخرد. اما شرط گذاشتن که دلو او از مسلمین باشد، یعنی زمین را نخرد سپس بگوید ای مردم، این زمین، این چاه مال من است، اجازه نیست که از آن استفاده کنید و غیر از 2 روز در هفته و روزهای دیگر برای من است، من و فرزندانم یا کسانی که من بخواهم از آن استفاده کنند. آن را وقف کند، اجرش ادامه داشته باشد، هم در این دنیا و هم در آن دنیا. یعنی اگر آب می‌خواست با سطلش بیاید مثل بقیه و از چاه آب بگیرد، آب را استخراج کند و برود. نگوید من این چاه را خریدم، این ملک من است. مثل کسی که مسجدی می‌سازد، نمی‌شود بگوید که من به فلانی اجازه نمی‌دهم که با ما نماز بخواند، به تو اجازه نمی‌دهم که در مسجد ما نماز بخوانی. جایز نیست. این بیت الله تعالی است. خانه‌هایی است که خداوند اجازه داده است که اسمش در آن ذکر شود. این خانه تو نیست یا اتاق خوابت.
که به کسی بدهی یا ندهی مسجد خداوند است. اگر آن را ساختی یعنی دیگر ملک تو نیست و آن در سبیل خداوند است. و نبی علیه السلام به اصحابش میگوید این چاه را چه کسی میخرد؟ گفتند این چاه متعلق به مردی یهودی بود و آبش گوارا بود. اما این یهودی آن را به مردم با قیمتی گران میفروخت. از چاه من آب میخواهی؟ باید پول دل را انقدر و آنقدر بدهی و مردم را اذیت میکرد. بعضی وقتا بعضی از ایتام و فقرا می آمدند، آب پیدا نمیکردند، نداشتند که بخرند. سپس نبی علیه السلام فرمودند کسی که چاه روم را بخرد بهش پاداش اوست. سپس عثمان که خداوند از او راضی باشد گفت من میخرم رسول الله. عثمان داماد پیامبر بود. پیامبر دخترش را به عقد او درآورد و بعداً فوت کرد. سپس پیامبر دختر دومش را هم به عقد او درآورد و او هم فوت کرد. سپس فرمود اگر دختر دیگری هم داشتم به عقد عثمان در می آوردم. عثمان داماد رسول الله علیه السلام و تاجری بود که مالش را استفاده می کرد در سبیل خداوند و برای تقرب به خداوند متعال. به هر حال عثمان این چاه را خرید و برای مسلمانان وقفش کرد. کسی که می‌خواهد آب را بنوشد بیاید و از آن چاه بنوشد. یعنی در زمان حیات سیدنا عثمان هر کسی می‌خواهد می‌تواند از این چاه آب بنوشد و حتی بعد از وفاتش به ارث برده نمی‌شود که فرزندانش بگویند این چاه مال ماست و دیواری دور چاه بکشند و نگذارند کسی بدون پرداخت پول از آب چاه استفاده کند و برای چاه نگهبان بگذارند. نه، آن باید وقف در راه خداوند باشد و دلو عثمان همانند دلو دیگر مسلمانان است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرهنگ وقف کردن را در میان اصحابش می ساخت. انگار به اصحابش می گوید کسی نمی میرد مگر آنکه وقفی داشته باشد. همانطور شد که هیچ کدام از صحابه که خداوند از آنها راضی باشد نمردند مگر آنکه وقفی گذاشتند به راه خداوند. ابو طلحه رضی الله عنه چاهی داشت که آب گوارایی داشت و اسم آن چاه بیرها بود. وقتی که این آیه نازل شد که شما به مقام والا و ویژه انفاق نمی رسید مگر آنکه از آنچه که بسیار دوست دارید انفاق کنید، ابو طلحه نزد پیامبر رفت. خداوند می‌فرماید برای انفاق کردن قصد ناپاک آن را نکنید، در حالی که خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر آنکه در آن چشم پوشی کنید. همانطور که خداوند فرمود به سراغ چیزهای ناپاک نروید تا از آن ببخشید، در حالی که خود شما حاضر نیستید آن چیزهای پلید را دریافت کنید مگر با اغماض و چشم پوشی در آن. این مثل کسی است که متاسفانه به مسجد آمد. امام یکی از دوستایم هست. امام میگفت آمد و در دستش عودی بود. عود چوب‌هایی هستند که روی زغال گذاشته میشوند و از آن بوی خوب و خوش میآید در مسجد. با عود رفت پیش امام و به او داد. امام گفت سپاسگزارم، بارک الله، ممنونم از شما، خودت را به زحمت انداختی. گفت نه زحمتی نکشیدم، من آن را برای خانه خریده بودم ولی خانواده‌ام از آن خوششان نیامد و آوردم برای مسجد. لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی این عودی که سرتو با اون کلو گذاشتن و به تو یک عود بدبو فروختن، وقتی که همسر و فرزندانت از اون بعدشون اومد و شروع کردن به اف گفتن از بویش، گفتی که آن را به خانه خدا بیاورم؟ به سراغ چیزهای ناپاک نروید تا از آن ببخشید، در حالی که خود شما حاضر نیستید آن چیزهای پلید را دریافت کنید. ابو طلحه خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفت و گفت یا رسول الله، دوست داشتنی ترین مال نزد من چاه بیرها است. درباره آن به من چه دستوری میدهی یا رسول الله؟ من میخواهم صدقه بدهم در راه خداوند جل و علا، به خاطر اینکه من اون چاهو خیلی دوست دارم. من میخواهم صدقه بدهم یا رسول الله، به من چه دستوری میدهی؟ سپس علیه السلام به او فرمود آفرین و احسن، این است مال سودآور و نیکو. این است مال سودآور و نیکو. خوشحال شد رسول اکرم علیه السلام فرمود، گفت مال سودآور و نیکو، برای اینکه علیه السلام زمین را میشناسد و مزرعه را میشناسد و علیه السلام چندین مرتبه از آب بیرها نوشیدند. سپس گفت چقدر زیبا، احسن. رسول الله فرمودند رأی من این است که آن را میان خویشاوندان تقسیم کنی، یعنی این مزرعه و هر چی که در آن است و همچنین از ثمرش و این آب را میان خویشاوندان تقسیم کن، بگذار خویشاوندانت از آن استفاده کنند. سپس به خویشاوندان صدقه داد
و بعد از آن به نسل‌های بعدی و اجرش همچنان جاری بود حتی بعد از مرگش که خداوند از او راضی باشد. هیچ کدام از اصحاب نمردند مگر آنکه وقفی را در راه خداوند گذاشتند. زمینی را وقف کردند یا مسجدی یا مزرعی را عطا کردند و یا شبیه آن را. برای همین آدم‌ها باید تلاش کنند به اینکه قبل از مرگشان اعمالی را به جا بگذارند که بعد از مرگشان ادامه داشته باشد. بنده در روز قیامت گام بر نمی‌دارد و حرکت نمی‌کند تا وقتی که 4 سوال از آنها پرسیده شود. یکی از آن 4 سوال این است که مالش را از کجا به دست آورده و در کجا خرج کرده است. اگر آن را انفاق کرده باشد در وقف خیری که اجرش ادامه داشته باشد حتی بعد از فوتش، این بلا شک از عظیمترین تقرب هاست. در حدیثی مشهور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید هرگاه انسان بمیرد و روحش خارج شود و از این دنیا برود اعمالش قطع می شود. از وی فقط اسمی می ماند. می گویند خدا بیامرز فلانی، اما اعمالش را به یاد نمی آورند. تمام شد، خدا رحمتش کند فلانی را، اما چه مان برایت از اعمال صالح هنگامی که در غربت هستی تا ثوابش به تو برسد و جاری باشد. یعنی به شما اجازه داد که 1/3 مال را وصیت کنید در راه صدقه، وقف و غیره. گفت که اگر ابن آدم بمیرد عملش قطع می شود الا با 3 چیز. صدقه جاریه، این که مثلا انسانی به کشور معینی سفر کند، مجموعی از کتاب قرآن به زبان همان کشور بخرد. داستانی برایتان میگویم که برای خودم رخ داد، نه اینکه خوانده باشم یا برایم تعریف کرده باشم. خودم روزی در تانزانیا بودم و از دارالسلام به شهری که اسمش اروشه بود رفتم و در راه که نزدیک به 400 کیلومتر است تقریباً یک جایی برای ناهار ایستادیم، من و کسانی که همراه هم بودند. در آنجا مجموعی از دکان‌هایی هم بود که صنایع محلی خاص آفریقا را می‌فروختند. ما در تانزانیا بودیم، یعنی صنایع دستی و چیزهایی که مخصوص به آفریقاست، مثل خاتمکاری بر روی چوب و شبیه اونها. رفتم نگاه کنم و از فروشنده پرسیدم که اسمت چیه؟ گفت من شعبانم. گفتم شعبان، سوره فاتحه را بخوان. سپس شروع کرد. پسری که حدود 20 سال داشت، سپس شروع کرد به خواندن، اما خوب حفظ نبود. گفتم خب قل هو الله احد را بخوان، قل اعوذ برب الفلق را بخوان، اما او حفظ نبود. گفتم شعبان تو مسلمانی و جوانی و خوشرو و باهوش، فروشنده خوبی هم هستی، اما پسرم سوره فاتحه را حفظ نیستی و نه قل هو الله و نه حتی کوتاه‌ترین سوره ها؟ گفت چه کار کنم؟ به خدا کتاب قرآن ندارم. گفتم قرآن نداری؟ گفت در منزلمان کتاب قرآن نیست. در کل دهات فقط 1 کتاب یا 2 کتاب قرآن است. یعنی از کجا بیاورم کتابی که بتوانم از روی آن فاتحه را بخوانم؟ تعداد کسانی که به تانزانیا برای شکار می روند، شکار پرنده ها، تعدادشان بسیار زیاد است. چه کسی از آنان با خود چند جعبه کتاب قرآن به زبان آن کشور برد؟ تعداد آنهایی که برای تفریح به مالزی، اندونزی، فیلیپین و کشورهای اروپایی و غیر از آن میرن کم نیستش. اگر با خود کتابهای قرآن را به زبانهای آن کشورها ببرن و سپس آنها را در مسجدها بگذارن، یکی از کارهایی که بعد از مرگت برایت ثواب جمع می‌کند قرآنی است که به ارث گذاشته ای. اگر ابن آدم بمیرد عملش ختم می‌شود الا با 3 چیز. صدقه جاریه، این صدقه است که جاری است، اجرش برای او در جریان است، یا اینکه به مسجدی برود و 1 کتابخانه‌ای در آنجا برای طالب علم بگذارد، یا اینکه در این مسجد قفسه‌ای برای کتاب‌های قرآن که صدقه جاری و اجرش برایش میماند. مسجد کنار خانه‌ام 20 سال است که ساخته شده، تا الان قفسه‌های قرآن اون رو عوض نکردیم، همچنان باقی مانده و از آن حفاظت کردیم و آن کسی که آن را 20 سال پیش صدقه داد و در مسجد گذاشت، اجرش برای او تا به همین الان باقی است و ممکن است تا 50 یا 60 سال دیگر هم با وجود این مسجد باقی بماند. برای همین انسان باید حریص باشد که صدقه جاریه‌ای از خود به جای بگذارد که پس از وفاتش باقی بماند. این از بزرگترین تقرب هاست. وقف حکم‌هایی دارد، شروطی دارد و مسئله هایی که در مورد آنها در برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عن هرمز يوما خزائنه
والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائن